اوستا مشکل این پژو چی بود که استارت می‌زدیم تقه می‌کرد؟ خب اون که استارت می‌زدی تقه می‌کرد موتور قفل بود. ما اومدیم چک کردیم ببینم ایرادش چیه. روغن رو تخلیه کردیم، روغن کم توش بود. بعد اومدم فیلتر رو باز کردم، ببینید اینجا اصلا یه قطره روغن توش نیست. این یعنی اویل پمپ روغن نیاورده بالا. حالا موتور رو باز کردیم دوباره فیلم میذاریم. این بنده خدا مشتریمون رفته تو هزینه بالایی. ببینید ما میگیم روغن و فیلتر خوب استفاده کنید به این خاطر. الان این ماشین مدلش هم بالاست، چند سال کار کرده ولی به این ایراد افتاده. روغن و فیلتر رو خیلی دقت کنید مشتری عزیزمون که به این مشکل بر نخورید. خب این هم موتور ماشینیه که دیشب داشتیم بازش می‌کردیم، موتورش قفل کرده بود. یه نکته اینجا خواستم خدمتتون عرض کنم. الان این ماشینی که ما داریم